انصافا من 10 به این میدم. خدایی لیاقت 10 داشت. سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ علی اسمی هستم. خوش اومدید به پارت دوم شیک. پارت اولش رو خیلی دوست داشتیم، بازدید خوبی گرفت، گفتیم پارت دومش هم بسازیم که لذت ببرید دیگه. یادتون نره بچه‌ها حتما ویدیو رو لایک بکنید، اونایی هم که سابسکرایب نکردن سابسکرایب کنن، زنگوله ویدیو رو هم بزن، جان عمت بزن، تو رو خدا بزن. بریم. باریکلا، آفرین. خوب بود. قرمز شروع شد، با رنگ قرمز شروع شد، رنگ مورد علاقه علی اسمی. تمام. نمره 7 رو میدیم به این بنده خدا. آخه چقدر بانمک. بله چه میکنه این بازیکن؟ نمره 8 رو میدیم بهشون. بله چقدر اندام زیبا، چقدر زیبا. آفرین. چیکار بکنی؟ دیگه رد داده، این به شخصه رد داده دیگه. نمره 7 رو میدم بهش. نمیشه این وری کرد. 6 فقط به خاطر اینکه روشون وری بود. خدایی زن زندگی نبود. اینو برکی نشون بدی بهت میگه این زن زندگیه. اوه آفرین. به جسارتش نمره 9 میدم. وسط خیال تا اینجا کسی نبوده که دل منو کامل ببره. یه فر واقعا جذابه. چقدر بانمکه. نمره 8.5 میدم به این بنده خدا که این ویدیوهای قبلی هم بوده فکر کنم. 9 نمره 9. نه خیلی خشنی. نه بازم نه. خب بس دیگه، برو دیگه جون مادره. 7 میدم بهت. چقدر 5. جانی سوتا خواب بایستاده پشت در. آفرین. حالا این وری. عالی. 8 بهشون میدم. یه 10 اگه تونستید اما بگیرید. بله برو. 8 متاسفانه 8. اینه نگاه جون مادره چیزی گذاشته بنده خدا، ولی موهاش قشنگ. از هر منظری موهای قشنگی داشت، به خاطر موهاش به 6 میدیم. برو ردی. ببینید خیلی دو دلم که بهش 10 بدم ولی نمیدم. صبر میکنم شاید یه چیز خیلی بهتر گیر اومد. نمره 9.5 رو به بنده خدا میدم. نه مناسب نبود. 7 باشه. 7 ناراحت نشه عزیز دلم. 7
چقدر خوشگله فیسش. شیش. اوه چه دوست پسر پایه‌ای. دمشی هم خدایی. شلوارش قشنگه. ولی بازم نمیتونی نمره 10 و من بگیری. برو بیرون، همین رو برو بیرون. 7. ندیم یعنی 10. یه بار دیگه میخواید یه بازبینی بکنی؟ انصافا من 10 به این میدم. خدایی لیاقت 10 داشت. آفرین. ما 10مون گرفتی. حالا تلاشتو بکن ببینیم چی میشه. آفرین. خدا لعنتتون کنه با هم بیاید دیگه. به این بنده خدا من 10 میدم. واقعا نمیشد بهش 10 ندی، گناه داشت. حقش 10 بود. به قرآن مجید حقش 10 بود. نه ببین نگاه کن. برو تو رو خدا برو. همون 7 من بهش میدم. ایول واقعا زیبا بود. خیلی خوشحال شدیم که تونستیم 2 تا 10 فکر کنم اگه اشتباه نکنم 2 تا 10 دادیم دیگه. بچه امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و اینکه یادتون نره حتما تو رو جانت ابوالفضل خدا وکیلی بقیه این شبای عزیز لایک ویدیو رو بزن. من میخوام ببینم ویدیو چند تا لایک میگیره. لایک ویدیو رو بکوب. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. مراقب خودتون باشید تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.